نیمه شبی بود که خسته به خانه آمد. لیلا همسرش گفت به دلیل خستگی از تشریفات در همه بخش‌های زندگی خواهان جدایی است. اشک در چشمانش حلقه زد و سکوت کرد. 2 چمدان کتاب و 1 چمدان لباسهایش را بست و به دفتر نخست وزیری نقل مکان کرد. اتاقی از نخست وزیری را تا مدتی مسکن خود قرار داد. روزی شاه با او تماس گرفت و پرسید چه شده که پس از لیلا دفتر نخست وزیری را خانه کرده ای؟ هویدا پاسخ داد خانه من را قبل از عروسی لیلا خریده بود. در واقع من در خانه او زندگی می کردم و اگر به خانه مادرم هم می رفتم از جدایی ما سخت آزرده می شد. پس از آن بود که شاه فهمید نخست وزیر خانه از خود ندارد و سریعا دستور داد یکی از کاخها را خریداری و از آن به بعد آنجا را سرای نخست وزیری کردند. امیر عباس هویدا کسیه که بعد از مرگ هیچ اموالی برای مصادره نداشت. به افتخار یکی از مظلومترین افراد تاریخ ایران این پست را حتما لایک کنید و اگه به مطالب تاریخی علاقه دارید اینستاگرام فکت واندرز رو فالو کنید.